قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از رکن‌های اساسی دولت و دولتداری کشوری صاحب استقلال ما به شمار می رود. مورد ذکر است که با غمخوری‌های روزافزون اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امامعلی رحمان در قسم‌های نظامی کشور امکانیت‌ها و شرایط‌ها برای هیئت افسران و سربازان سال تا سال بهتر می‌شود. در عرفه سال نو میلادی 2025 کارمندان پروکراتوری شهر پنجکین تحت راهبری پروکرور شهر پنجکین، مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده با هیئت افسران و سربازان قسم نظامی 05-170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجکین ملاقات ادانه انجام دادند. یادآور می‌شویم که به این مناسبت اینجا هیئت افسران و سربازان با صفکشی نظامی نمایندگان پروکراتوری شهر پنجکین را استقبال گرفتند. پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده در آغاز سخنرانی خویش نخست هیئت افسران و سربازان این قسم نظامی را با مناسبت سال نو میلادی 2025 تبریک و مبارکباد نموده با آنها در جاده حفظ وطن عزیزمان کامیابی‌های بی‌نظیر آرزو کرد. پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده ضمن سخنرانی خویش نخست به حاضرین اطلاع داد که واقعاً از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای پیشرفت قوه‌های مسلح کشور پیوسته تدبیرها اندیشیده می شود. در ادامه سخنرانی خویش پروکرور شهر پنجکین با هیئت افسران و سربازان اطلاع داد که سال 2024 در زمینه نشانداد پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و فرمان پیشوای تاجیکان جهان سال معرفت حقوقی اعلام شده بود و از طرف پروکراتوری شهر پنجکین سلسله ملاقات و صحبت‌ها جهت شرح و ایضاح قانون‌ها ادامه یافته. همزمان توسط تلویزیون سیمای شهر پنجکین برنامه معرفت حقوقی تهیه و نمایش داده شد. پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده با حاضرین اطلاع داد که سنه 28 دکبر سال 2024 پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیام نوبتی خویش را وابسته به سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه نموده برای تطبیق این برنامه سازنده در نزد راهبران تمام ساحه‌ها دستور و سفارش‌های مشخص گذاشتند. مورد ذکر است که در جریان این بازدید ادانه پروکرور شهر پنجکین اسکندر رحمت‌زاده با شرایط‌های معیشی و خدمتی هیئت افسران و سربازان قسم نظامی 05-170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین شناس گردید. پروکرور شهر و هیئت همراهانش نخست با انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی، خوراکواری، آشخانه عسکری و دیگر انشاءات علاوگی شناس شدند. راهبریت قسم نظامی 05-170 به پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده اطلاع دادند که واقعاً در این قسم نظامی برای افسران و سربازان تمام شرایط‌های مساعد فراهم
آورده شده است و وظیفه اساسی ما آماده نمودن آنها برای حفظ مرز و بومی کشور می باشد. در آشخانه این قسم نظامی یک دسترخوان عیدانه به مناسبت سال نو میلادی 2025 آراسته شد که واقعا فرح و قناعت هیئت افسران و سربازان را احساس کردن ممکن بود. یکی از سربازان ضمن سخنرانی خویش نخست به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امام علی رحمان برای فراهم آوردن شرایط‌های مساعد در قسم‌های نظامی عرض سپاس کرد و همه افسران و سربازان را با سال نو میلادی 2025 تبریک و شادباش گفت. همینطور ملاقات عیدانه پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده و کارمندان مسئول پروکوراتور شهر پنجکین در این قسم نظامی با نتیجه های خوب جنببست کردید و تاکید شد که در سال 2025 نیز چنین ملاقات و صحبت ها وابسته به مسئله های حمایه حقوق های شهروندان، بلند برداشتن معرفت حقوقی و ولایت قانون در همه قسم های نظامی ادامه داده می شود. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف.